مرگ ایوان ایلیچ، نویسنده لئو تولستوی، مترجم سروش حبیبی، نشر چشمه. 1. در عمارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه طی زمان تعطیل جلسه برای تنفس در اتاق ایوان یگوروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کراسوفسکی کشیده بود. فیودور واسیلیوویچ با حرارت بسیار می‌کوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگوروویچ سر حرف خود پافشاری می‌کرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود، توجهی به آنچه می‌گفتند نداشت. سر خود را با خبرنامه‌ای که تازه آورده بودند سرگرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد. گفتند: چه حرفها؟ راست میگویید؟ خبرنامه را که هنوز خشک نشده بود و بوی مرکب میداد به فیودور واسیلیوویچ داد و گفت: بفرمایید خودتان ببینید. خبر زیر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود. پراسکوویا فیودورونا گالاوینا با اندوه عمیق درگذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالاوین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خویشاوندان و آشنایان می‌رساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و می‌گفتند که از این بستر بر نخواهد خاست. البته همچنان در سمتش باقی بود، اما همه فکر می‌کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیوف جای او را بگیرد و سمت الکسیوف نصیب وینیکف یا شتابل شود. به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق برای شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه ممکن است در تغییر سمت یا ارتقاء مقام خود یا آشنایان داشته باشد. فیودور واسیلیوویچ با خود می گفت: حالا سمت شتاب یا وینیکف به من می رسد. وعده‌اش را مدت هاست که به من دادند. این ارتقاء مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق همراه دارد، به علاوه فوق‌العاده هزینه دبیرخانه. پیوتر ایوانوویچ فکر می کرد: حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال می شود. دیگر نمی تواند بگوید که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم. پیوتر ایوانوویچ با صدای بلند گفت: من می دانستم که از این بیماری جان به در نخواهد برد. خیلی حیف شد. واسیلیوویچ گفت: حالا واقعاً چش بود؟ پیوتر ایوانوویچ گفت: دکترها که مرضش را نمی توانستند تشخیص بدهند. گیرم تشخیص می دادند، ولی هر یک تشخیصی دیگر. با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم آمد که خوب خواهد شد. واسیلیوویچ گفت: ولی من از عید دیگر به دیدنش نرفته بودم. همه‌اش تصمیم داشتم بروم و نمیشد. شبک گفت: ببینم چیزدار بود؟ واسیلیوویچ گفت: مثل این که زنش چیزکی دارد، اما نه آنقدر که به حساب بیاید. پیوتر ایوانوویچ گفت: بله، باید رفت دیدشان. ولی خانهشان خیلی دور است. شبک گفت: البته از شما دور است. خانه یکی به شما نزدیک است. پیوتر ایوانوویچ لبخندی به روی شبک زد و گفت: این دوست ما نمیتواند بر خود هموار کند که من آن طرف رود مینشینم. و از دوری مسافت در شهر صحبت کنان به تالار دادگاه برگشتند. تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می‌گرفت، ذهن همه را به خود مشغول می‌داشت. اما علاوه بر این افکار، همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می‌شنیدند، طبق معمول احساس شادی خاصی پدید می‌آورد. خوشحالی از این که او مرد و من نمردم. همه پیش خود می‌گفتند یا حس می‌کردند: عجب او مرد، ولی من که زنده ماندم. اما آشنایان نزدیک ایوان ایلیچ یا به اصطلاح دوستان صمیمیش ناخواسته به این هم فکر می‌کردند که حالا آدابدانی ایجاب می‌کند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند و این کارها همه شاق و بسیار ملال‌آور بود. از همه نزدیکتر به او
فیودور واسیلیوویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می‌شناخت و خود را مدیون او می‌شمرد. سر نهار خبر درگذشت ایوان ایلیچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده و استراحت نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت. یک کالسکه و 2 درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیچ ایستاده بود. پایین در رختکن خانه، کنار جارختی در تابوت آراسته به طاق شالی از گلابتون درخشان و مزین به ملیله و منگوله به دیوار واداشته شده بود. 2 بانوی سیاه‌پوش داشتند پالتوی پوست خود را در می‌آوردند. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او می‌شناخت، اما آن یکی را نمی‌شناخت. شوارز دوست پیوتر ایوانوویچ که داشت پایین می‌آمد، چون از بالای پله او را دید که وارد می‌شود ایستاد و سری جنباند و چشمکی به او زد. مثل این بود که می‌خواهد بگوید این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد، ولی ما حواسمان جمع است و 2 متله نمی‌دهیم. هیئت شوارز با آن گونه ریش‌های انگلیسی‌وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطانتبار او منافات داشت، اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او می‌بخشید. این احساس پیوتر ایوانوویچ بود. پیوتر ایوانوویچ از سر احترام به 2 بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت. شوارز از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد. پیوتر ایوانوویچ علت ماندن او را فهمید. پیدا بود که می‌خواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد. بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب عزا بالا رفتند و شوارز که لب‌هایش را با حالتی جدی به هم فشرده بود، با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که به سمت اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود.